بچه‌ها، خوش اومدید به کانال خودتون، یعنی کیمدی. اومدیم امروز میخوایم یه چالش باحال بکنیم توی یکی از شهرهای کمیاب ایران که فکر نکنم مثلا کیمدی داشته باشه. اومدیم دنبال کیمدی. خب بریم اولین مغازه‌ای که کیمدی داره ببینیم، بپرسیم. بذار و ما برسیم تا چالشمون اینه که برسیم به یه مغازه قطع میکنیم فیلمو. هر وقت برسیم به چالشمون اینه که چی کنیم؟ چالشمون اینه که از سوپری بریم کیمدی بخریم از هر سوپری تو محل و آنباکس کنیم براشون. و اینکه من یه شهر دیگه زندگی میکنم، اومدم اینجا چون رسام گفت کمیابه. ما بریم اینجا که ببینیم پیدا میکنیم یا نه. حالا استوب میکنیم تا وقتی برسیم. خب رسیدیم به سوپری. نشونش بده سوپری. اوکی، اینجا سوپریه که ما اومدیم. حالا میپرسیم و دوباره ویدیو رو پلی میکنیم. بچه این یکی نداشت، اصلا نمیدونست کیمدی چیه متاسفم. حالا بچه ولاگ تو اصفهان هم میگیریم که ببینیم داره نداره چیه و اینا، ولی فعلا تو سمنان رو میگردیم تا اومد سمنان فرصت استفاده کنیم. این نمیدونست چیه اصلا. خب میخوایم بریم مغازه بعدی، اون جلوه. ببینید اون جلوه. حالا چون داره بچه اولین مغازه‌ای بود که رفتیم اصلا یارو مخش تعطیل میگفت کیمدی چیه؟ کیک میکه؟ کیک ها رو داشت نشونه اون داد. میگیم کارت فوتبالی، میگه کیکه. حالا میریم مغازه بعدی یا کیکه. خب بچه دومین جای اینجاست، نزدیک شدیم بهش. بچه این یکی هم نداشت متاسفانه. نمیدونم این میدونست چه ولی نداشت. این خیلی دوره. جای بعدی که میخوایم بریم تو وسط شهر. همه جا رو بچه من 3 تا مغازه دیگه قبل از فیلم پرسیدیم نداشت. یکی که اصلا میگفت چیه، یکی دیگه قبل دیگه فیلم بگیریم. حالا دیگه این دوتا فیلم گرفتیم، بقیه اصلا فیلم میگیریم ببینیم چی میشه. دیگه ما اگه سمنان باشید میدونید دیگه ما میریم سمت ققنوس ببینیم اونجا چیا داره. بریم. این همه داریم براتون ویدیو میگیریم چون گرما. شما یه لایک و یه سابسکرایب نمی کنید. 2 جا دیگه هم رفتیم، هر دوتاش هم پرسیدیم نداشتن. داریم هنوزم ادامه میدیم، ما تسلیم نمیشیم. خب آره خیلی سریع دیگه به جای کیمدی فعلا چیپس خریدیم. تمام. حالا میگردیم هنوز نرسیدیم، ولی اینجا یه پارک هست ورزشی، همه چی داره. ولی رسام میگه حال دیگه و نمیاد ورزش کنه، تنبل. بابا الان میخوایم نیم ساعت راه بریم، برگشتیم تا بیا ورزش. نیم ساعت؟ آره. خب تا ققنوس خیلی راه میدونم. وای گرمه. تا ققنوس لایک کن تا ققنوس نمیریم. رسام ما رو آورده تو بیابون. بیابون چی؟ الان میرسیم به آبادی. گرمه آب داره.